بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت همگی بخیر، خدا قوت. یه نکته رو میخوام بهتون بگم. اگر شما کشاورزا، علل مخصوصا گندمکارها، جوکارها، عرضم به خدمت شما کسایی که شالیزار دارن، برنج دارن، یا اینکه دانه های روغنی مثل کلزا کشت میکنن، میخوام یه ترکیبی رو بهتون معرفی بکنم توی در واقع تقویت کشت شما. خیلی میتونه بهتون کمک بکنه و خیلی 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 تاثیرگذاره توی افزایش توناژ شما، مخصوصا توی زمین‌های گندم، چه آبی و چه دیم. نمونه‌ها و عکس‌ها رو همه رو براتون ارسال میکنم که خودتون بتونید آنالیز کنید و به این نتیجه برسید. یه توضیحات تکمیلی خدمتتون میدم. اگه دنبال این هستید این توضیحات رو در واقع بدونید چی هستش، من دعوتتون میکنم ادامه کلیپ رو حتما نگاه کنید. خب، اولین محصولی که میخوام بهتون معرفی بکنم هیومیک اسید شرکت سبوسیبه که 100% ارگانیک تهیه و تولید شده، با تکنولوژی روز دنیا و کانادا درست شده. آنالیزش اسید هیومیک، پتاسیم محلول در آب، پتاسیم هیمات و اسید فولویک داره. یه توضیح خدمتتون بدم. آنالیز هایی که دارید میبینید و درصدهایی که دارید نگاه میکنید شما رو به اشتباه نندازه. اینها درصدهای قابل جذب آنالیز کودهای گیاهی و ارگانیک 100% با کودهای شیمیایی متفاوتن. شما توی زمانهای مختلفی میتونید از این کود استفاده بکنید، مخصوصا بعد از سمپاشی علف هرز و ضد گیاهی که تو مزارع گندم و جو استفاده میشه انجام دادید. میتونید به نسبت 2 تا 3 لیتر در هکتار محلول پاشی کنید و بین هکتاری 10 تا 15 لیتر هم قابلیت تزریق از طریق سیستم آبیاری رو داره. مزیتش چیه؟ مزیتش اینه گیاه شما رو به شدت در برابر تنش ها مقاوم میکنه، ریشه زایی رو خیلی بهتر میکنه، به خاطر دارا بودن ماده عالی خیلی خیلی برای بالا بردن جذب ماده عالی توی خاکتون میتونه به شما کمک بکنه و درصد جذب بقیه مواد رو بالا ببره. عکسی که بعد از این کلیپ براتون بارگذاری میکنم میتونید خودتون ببینیدش. ریشه ها و ریز ریشه ها رو خیلی به اصطلاح انبوه‌تر میکنه و ریز ریشه ها رو به خاطر دارا بودن اسید فولویک بالا میبره و منافذ ریز ریشه ها رو باز میکنه و عالی میتونه تاثیر بذاره روی در واقع ریشه زایی کشت شما. محصول بعدی که میخوام بهتون معرفی بکنم اون هم از برند در واقع سبوسیب هستش. محرک رشد 100% ارگانیکه و این محصول هم با تکنولوژی کانادا ساخته شده. کود مایع محرک رشد همونجوری که از اسمش پیداست برای کشت هایی که یه جورایی عقب افتادن یا دچار تنش شدن یا آسیب دیدن خیلی میتونه بهشون کمک کنه. از مرحله پنجه زنی تا قبل از ظهور خوشه شما 2 تا 3 مرحله چه به صورت آبیاری و چه به صورت محلول پاشی میتونید از این ترکیب استفاده بکنید. فوق العاده تاثیر میذاره توی در واقع رشد اندامهای هوایی، مخصوصا برای کشت‌های مثل گندم که برگ پرچم و اون برگ آخری که نزدیک به خوشه گندم خیلی تاثیرگذاره توی جذب مواد مغذی برای گندم. خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. ولی نکته اصلی و کلیدی که میخوام خدمت شما بگم اینه که در اسلاید بعدی خدمتتون توضیح میدم که چطوری اینو با اون هیومیک اسید میتونید با هم استفاده بکنید و تاثیر خیلی خوبی ازش بگیرید. تاثیراتی که میتونه بذاره به عنوان ضد تنش میتونید ازش استفاده کنید. NPK، فسفر، ماده عالی و کربن عالی داخلش وجود داره. ترکیباتش نیتروژن، فسفر، پتاس و اسید آمینه و عصاره جلبکه و خیلی میتونه خوب برای شما تاثیرگذار باشه. الان هم که دیگه میخوام خدمتتون بگم ترکیب این دوتا با هم به نسبت 3 لیتر هیومیک اسید با 2 لیتر محرک رشد در هکتار به صورت محلول پاشی یک نتیجه های فوق العاده ای رو داره انجام میده که نمونه نتیجه ها رو براتون میذارم. هر دوتا این محصول قابلیت تزریق از طریق سیستم آبیاری رو داره. برای کسب اطلاعات بیشتر و گرفتن مشاوره ما در خدمت شما هستیم.